نشست 144مین محفل علمی و ادبی گنج سخن با نمایش باشکوه کتابی و مطبوعاتی دیروز در تالار کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری با اشتراک جمع زیادی عالمان و ادیبان مخلصان کلام بده برگزار گردید. مسئول محفل ادبیاتشناس سید عمران سیدов ذکر نمود که این نوبت محفل به استقبال 100 سالگی کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری بخشیده می شود. دوستان عزیز، وقتی که ما درباره کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری صحبت میکنیم، همیشگی پیش نظر ما شخصیت‌های میرسند، انسان‌های میرسند که در این درگاه کار کردن، سال‌های سال خدمت این درگاه رو به انجام رساندن و هر نفری که در جاده علم، در جاده ادبیات، در جاده سخنوری اگر قدمی گذاشته است یا قلمی فرسوده است، از این بارگاه، از این درگاه قرضدار است. در آغاز با سخن مقدمه‌ای نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد توتینیسو دادابای و معروضه نموده سلام و پیام رئیس ولایت سوغد عبدالرحمن قادری را به حاضرین رسانید. همه شمایان اشتراکچیان این محفل زیبا به خصوص کارمندان معرفی کنندگان گوهر معرفت را به افتخار این جشن فرخنده که در سال تجدید 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است، از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت تبریک و مبارکباد نموده به همه شمایان تنصیحتی و خانه آبادی روز خوش و طبع لطیف را تمنا نموده به کار محفل علمی و ادبی گنج سخن برای شوقش تمنا می نمایم. آید به نوگانی‌های علمی و ادبی و فرهنگی سرمعلم کافدری ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов ساربان عزیزов برآمد نموده کتاب‌های تازه نشر را معرفی نمود. 22 سپتامبر سال روان در کاخ محتشم سوغدیان با اشتراک معاونی رئیس ولایت سوغد نظیر غفاری یک محفل بسیار باشکوه با بخشیده به روز رودکی ترتیب گردید. اینچنین سنه 30 سپتامبر در باغ کمال خوجندی محفل علمی و ادبی برگزار گردید که در آن نیز دانشمندان و سخنوران آیدی موضوعهای مولانا، جلال‌الدین رومی و تحقیقات و پیشرفت‌های علمی ادبیات شناسی در دوره استقلالیت سخن نمودند. اینچنین سنه 3 اکتبر در کاخ رودکی افتتاح مشورت ادیبان جوان جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن نیز خیلی مهمانان و شاعران و ادیبان از ولایت‌های ختلان و بدخشان و سوغد اشتراک کردند و کار آن 2 روز ادامه کرد در فکولته فیلولوژی تاجیک و خیلی آنجا شاعرای جوان از شعرهای خودشان خواندند و استادای بزرگ بر آنها مصلحت دادند که این هم از همکاری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به علم و ادب میباشد. تحت موضوع کتابخانه گنجینه علم و خیرات دیرکتور کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاشخواجه اسیری نامزد علمهای فیلولوژیا دوچنت بهرام میرسعیدov معروضه موجز و پرمضمونی را ارائه نمود که از تاریخ بای و رنگین کتابخانه حکایت میکرد. از برآمد بهرام میرسعیدov معلوم گردید که دوام 100 سال کتابخانه تاشخواجه اسیری همیشگی رسالت خویش را در نزد جامعه ادا کرده می آید و همیشگی در مقام بلند و احترام مردم قرار دارد. این دفعه در محفل ادیبان نامور سرمحرر مجله صدای شرق رستم وهاب و شاعر و منقد دولت رحمانیان از مرکز کشور شهر دوشنبه شرکت داشتند. رستم وهاب در سخنرانی خود از اساسگزار محفل شادروان عبدالمنان نصرالدین یاد کرده ذکر نمود که موجودیت محفل گنج سخن از احترام و پاسداری کلام بده سخن و سخنور درک می دهد. رستم وهاب سلسله اشعار نو خویش را بهر حاضرین قرائت نموده 2 کتاب نو خویش را اهدا کرد. یک 2 قطعه شعر از کتابی که اینجا معرفی نشده است چون که پیشتر چاپ شده است با نام سلام کتاب شعر حضور شما میکنم برای اینکه کمی مناسبت داشته باشد. اون چیزی که با
نامه خواجه کمال وابسته است. سخن گلکی، سخن اندر دهان دوست شکر، ولیکن گفته حافظ از آن بود. در پاسخ با مقاله یک نفر مدعی دانشمندی که شیخ کمال را به بدبینی و حسادت نسبت به خواجه حافظ تهمت کرده است. همچنین یک مقاله یک وقت در مطبوعات پیدا شد. سخن در دهنت قند شود، از خیرت آب خورد پند شود، نه که اندر دم باد آید هرزه و لاغ شود پند شود. همچو دریا همه را پاک کند، نه چو مرداب رزگند شود. سخنی که به بخارا برود، سخنی که به سمرقند شود، همچو شهباز به شیراز پرد، شکر فارسی هند شود. هر که بشنید دلش گردد شاد، هر که دریافت خردمند شود. پیش مسلم چو تفسیر نبی، بر استاری چو پازند شود. بینگر چند ورق دل بکشد، منگر تا ورقی چند شود. سخن گوی که چون شعر کمال، پل تبریز به خوجند شود. دولت رحمانیان نیز با اشعار دلانگیزش خاطر حاضرین را شاد کرد. از اینجا نشستگان چون میبینم مدرسان هستند که از مکتب هنوز مکتب میخوانند، برای خود چیزی برداشته باشند از صحبتی استادا، از اون گزارش‌های علمی، از شعرهایی که شاعران میخوانند چیزی برای خودشان برداشته باشند. همین نتیجه محفل است. مهم شنیدن است. ما یک چیز میشنویم، بعدا از راه سهم آن چیز به تفکر ما میخزد، یعنی به مغز ما و به استگاه، چون به سخنی به شنیدنی سخنی خوب و نرم معتاد میگردیم، همین عادت ما طبیعت میشود. سپس در موضوع نظر به دیوان اشعار تاجیکی امیر عمر خان، متخصص شعبه تحلیل و رابطه با جامعه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نوری خان آخونجان و برآمد نموده توجه حاضرین را به هنر و استعداد این شاعر ذواللسانین جلب کرد. باعث سربلندی است که امروز من در حضور شما از منبری بلند به نامور محفل گنج سخن می‌گویم. رئیس بخش ولایتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان احمد جان رحمتزاد عاید به جنبست کورس کنفرانس ادیبان که طی چند روز در شهر خوجند برگزار گردید اظهار نظر کرد و عاید به شعر و شاعری اندیشه های جالب بیان نمود. به نظرم از هر تنگوچی شهر خوجند، از هر شاهراه ولایت صبح یک کوچه شور و شری جوانی با شعرهای شاعران جوان ما، با امیدهای نویسندگان نوقلم ما، با آوازهای بسیار شیرین نورستگان باغ ادبیات وارد می‌شد. با اندیشه او به آینده ادبیات میتوان امید کلان بست، زیرا جوانان صاحب قلم کم نیستند. در بخش شعرباران، شاعران عبدالجبار سروش و ادیبه از اشعار خود و دانشجویان فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов از غزلهای ادیبان کلاسیک نمونه‌ها قرائت کردند. تو صاحب نعمتی، من مستحقم، زکات حسن ده حق دارم امشب. همه ترسم که حافظ محو گردد از آن شوری که در سر دارم امشب. من یک غزلی از خواجه کمال میخوانم، زیرا با شنیدنی شهر خوجند، نام خوجند، شخصیتی به واسطه شخصیتی خواجه کمال پیش نظر می آید. همچنان که وقتی ما شیراز میگوییم شخصیتی حافظ شیرازی. از تو چشمم چو خطت کی طرفی مه باشد، با خیالی تو کی را در دل من ره باشد. پیش رخساری تو افزونتر از این آه کشم، پیش رخساری تو افزونتر از این آه کشم، بیشتر ناله مرغان به سحرگه باشد. تو را از ناز مده تا که آن زلفی دراز،
شب عمر است نخواهیم که کوتاه باشد. کس ندانیست که آن نقل دهن روزی کیست. ریزق در پرده غیب است که آگه باشد. استخوانم ز پی واقعه شطرنج کنید تا نه هم رخ و بساطی که چنین شه باشد. گر ببینی دهنی تنگ و لبی یار کمال بوسه 10 خواه و بگو صفر و الف 10 باشد. سلام علیکم. سراینده خوشنوا از انسامبل نور خوجند محمد جان میرنیازف با سرود و آهنگ‌های دلانگیز به محفل تراوتی دیگر بخشید. Samarkand Bukhara